فقط سیاست دولتش اوچتری دولت های سیاست فقط زورگویی که نیست. زورگویی نه. وقتی که یک زورگو به بالا میاد باید اکنون دفاع کنیم. این زورگویی نیست. با جان خود جبر کنیم و به خودکشی دست زنیم. افسران و پرپوشکوی زپس از ناحیه دوستی همراه شعبه کارهای داخلی ناحیه دوستی هنگام شنیدن بانگ خطر در مدت 14 ساعت من در زاستوی ورو من ما حاضر ناظر شده برای حمایت سرحد جمهوری تاجیکستان و قرقیزستان. ما همه شهر بچه های ناحیه دوستی در اینجا جمع شده ایم که برای حمایت سرحد وطنمان خدمت کرده. همراه من عسکر بچه هایی که در اینجا من خدمت کرده ایستادن، آنها را باید ما دستگیری کنیم تا اینکه آنها ضرر جدی نبینند. در وارخ ما حاضر حضور داریم. ما برای محافظت وطن، برای محافظت سرحد جان و جان سرزمین جمهوری تاجیکستان خدمت میکنیم تا اینکه به یک خوشی برای خوشی و به یک وجه شاید کسلمت بود بکشم شما تمام بکشش و برحال همین بهترین خواهی ببینین آنجا که میدگی نزید در تگی پاش اوهان موندگه که نغلط همین بیچاره یک نشده فرسوده هست آینه ببینین اصلا کار نمیکنه این برنامه ساخته شده با این عمل حکومت کی رو میفهمه اینه نیاک اینه نیاک این همون بیچاره رای بلنیسه گریفت برو ورجان اوخی بسر میغلطه بیچاره از همون یه متر میپره آدمی نظامی باشه او خیلی حرفه‌ای پایین میشوه اگر که مشکل خیلی نظامی اگر واقعا یا خدمت حربی هم کرده باشن باید کمی ابوتاب بیافتگیان اوخی بیچاره فروماده بنو کی پود از زمین خریب زمین بگذه و یک نوار دیگه از اینجا میگذارم بعد صحبت ادامه میتیم برادرم از ناحیه دوستی همراه شعبه کارهای داخلی ناحیه دوستی هنگام شنیدن بانگ خطر در مدت 14 ساعت من در زاستوی ورو من ما حاضر ناظر شده برای حمایت سرحد جمهوری تاجیکستان و قرقیزستان. ما همه شهر بچه های ناحیه دوستی در اینجا جمع شده ایم که برای حمایت سرحد وطنمان و برحال همین بهترین خواهی ببینین آنجا که میدگی نزید در تگی پاش اوهان موندگه که نغلط همین بیچاره یک نشده فرسوده هست آینه ببینین اصلا کار نمیکنه این برنامه ساخته شده با این عمل حکومت کی رو میفهمه ما حیرانم دا یعنی حکومت با این کار شما چی رو میخواین برای مردم نشون بده یعنی من نمیخوام این روز زیادتر کلیکاوت بکنم بالای حکومت زیادتر تمسخر بکنم اونها رو مسخره بکنم بگم نه باید این کار نکنیم ولی همین آدمی به عقل اگر از عقل کمی بیرون باشه همین حال شما رو ببینه براتون میخنده شما چه کاری انجام داده استید شهروندان عادی را مجبور در اساس سلاح دادن یک ورتالیات که بالونای پیشش کفیدگی بالونای پیش کفیدگی بالونای قفا در آهن موندگی است تا که هم آهن ورتالیات کپا نشود آینه‌های پیش ببینید شیشه‌هاش ببینید محکم کلا محکم آهن سوارکه کدگی از بالای 1900 گشنگی این همین خطی یا گو 14 ساعت پرواز کردن اومدن در اون جای حادثه رسیدن مرز دفاع میکنن این ساختکاری ها را ببینید این ساختکاری در حالت جنگی که مردم مرده است حکومت داره ساختکاری میکنه در مقابل مخالفا در مقابل مبارزا خب برنامه‌های ساخته میکنین زیری ارچکو میگم نه خیر شما احمقه بکنید اما در حالت جنگی در حالتی که مردم در یک وضعیت وزبین قرار داره خون ریخته شد ای مردم خون ریخته شد
پارچه زمین در بحث رفته است، خانه مردم سوخت. شما اومدین اینجا با یک هلیکوپتر شکستگی، با یک چرخبال ریختگی، با یک نمیدونم کارهایی که اصلا به معنی و به منطق است، غیر حرفه‌ای، 4 موی سفید از مسجد آوردین، نظامی پوشاندین، کلاشنیک دادینشون، از هواپیما نیا که چه میفرن آخه نیا اینو نیا نیا همون بیچاره را بالینچه گرفت برآوردن. اوخی بسر میغلطه بیچاره از همون یه متر میپره، آدمی نظامی باشه او خیلی حرفه‌ای پایین میشوه. اگر که مشکل خیلی نظامی است، اگر داخل یا خدمت حربی هم کرده باشن باید کمی ابوتا بیافتگیان. اوخی بیچاره فروماده بنو که پاد از زمین خریب زمین بگذه. شما ایرا گیجو میبرین در جنگ، گیجو میبرین، از این مصیبت میسازین، شما از این کار مصیبت میسازین بالای ملت. اینا تاکتیکای استراتژی جنگی نداره. ما باز هم تمسخر میگم بالای او که حکومت اولین کاری که میکنه از نظامی استفاده برای از قوای جنگی. اگر واقعا مردم قرقیز آماده از پارچه زمین ما را گرفته است، ما طرفداری از اون که ما باید از اون زمین دفاع بکنیم. اگر به هر راهی که نباشد، دیپلمات است، خب اقتصادی است. بروز ما می اخیرا گپ میگم میبرم. ما یا 2 هفته 3 هفته پیش هم خیلی درام گفته بودم که مثال ما هم خیلی گپ خطی مثال ما این روز وروخ میتیم این جنگ سرشی. اوز با هم خیلی گپ خطی و خیلی حکومت ما خواه یا چیکو کلی سوای دروج نمیدونیم. اوز هم خیلی اوست با میدرویان پومیر میگیرن، مرغوب میگیرن، همه خیلی گپ خطی ما رو سویش میکنن. برای همو طلب کردن در کار که اگر شما زنده باشید خیلی بکنید یا بخیزید گاو زنید. تو اگر زنده نباشید خلق برای یکم چکنه و مثال ایجا دوژه непонятно این قرغیزا باری ما کردیم ما کشتیم ما درگیرونستیم این уже непонятно ما بانی نمی چی داد. سلامت باشی برادر، تشکر. نمی خداب هزار آمد خیلی خب ببینیم برادر دوستان عزیز. خب واقعا من میگم جدی است. ببینید این چیکار کرده است، یعنی اینا این با این حال، با این احمقی، با این استراتژی که شما پیش کشیدگین، برعکس شما مردم از زیر ظلم میکنین، مردم هم میکشین. برعکس شما این ما خواهش میکنم از هموطنانی که خب در قشون‌های سرحدی خدمت کردین یا که نظامی بدین، سابق در جای قماندان بدین، در جای نفری کدام نظامی بدین، ما خواهش میکنم یک بار داخل شوید. استراتژی جنگی از برنامه‌ای که حکومت در درجه یکم باید چیکار بکنه، دوم از کدام نیرو استفاده بره، سوم از کدام نیرو استفاده بره، چهارم از کدام، وظیفه سرباز چی است، وظیفه سالدات چی است، وظیفه خب یک مف گنرال چی است، وظیفه دیگر و دیگر. همین مسئله دا من واقعا یک نفری یعنی که وینی نیستم، نفری نظامی نیستم، من نمیتونم کلا شعر بتم که یکم چی، دوم چی، سوم چی. اما ما منطقاً عقلاً فکر میکنم که مدام که یا اینکه در حالتی که اگر رفتو در داخل تاجیکستان در بین مرز ما مناقشه مرزی صورت گرفت، حکومت باید که اولین کاری که میکنه از نیروی نظامی استفاده بره و آن زن و کودک و مردم ملکی که در اونجا زندگی میکنن اونها رو از میدان جنگ بیرون کنه. یعنی در دو جبهه باید کار بکنه برابر، چون تونه هم زمین دفاع بکنه و تونه هم مردم به ضرر بکنه، مردم زیر خب تیر نمونه. یعنی در دو جبهه باید آماده جنگی باشه حکومت. بعد قسم دوم و سوم مرحله که حالت وزبین میشوه، متشنج میشوه، یاری طلب بکنه از دیگر منطقه ها، از دیگر چست ها، از دیگر قشون هایی که هستند در دیگر منطقه ها. اگر رفت و باز هم زورش نمیرسه، باز هم ضعیفی کردیده است، بعد از مردمی که زپسنای افیسر هستند، کسانی که یک زمان خدمت کرده بودن یا یک زمان شرطنامه داشتن، کنترکت داشتن، اونها را دعوت بکنه. و اگر که بالاخره کار به جای میرسه نمیتونه، مردمی تجای همون منطقه را بگه بیاین در بری ما بستین و باز هم وضعیت از این بزیب شد، بعد تمام تاجیکستان در حالتهای فوق‌العاده باید باشه. ولی ما حالتهای فوق‌العاده اعلان نکردیم که حکومت از مردم عادی استفاده بره.
آخه مردم درست بفهمین شما که اینجا میگن که شما ضد هستین، شما امروز مردم رفت از وطن دفاع کرده است، شما ضد او. من ضد او گپ نمیزنم. باید قانون و قرارها اجرا شود در اینجا. حالی ما حالتهای فوق‌العاده اعلان نکرده ایم. حالی ما رحمانوف خب رهبر هست، رهبر گواردی هست، رهبر کلانترین ارمیا بگین، کلانترین فرمانده قشون‌های سرحدی. اون باید فرمان بده، یعنی باید فرمان بده در حالت فوق‌العاده اعلام بکنه. اون حالت بعد کار متشنج میشه، بعد دیگر رسورس‌ها رو باید استفاده بری. حالی رحمانوف در کدام جای مای نوشیده است نمیدونم، در جای خوابیده است، در جای مست است، معلوم در کجا است، معلوم نیست همون نفر کجا است، چیزی نمیگه. نه اعلان جنگی اعلان کرده است، نه حالت‌های فوق‌العاده از وطن، نه مشکلی کلان دیده میشه گویا. تمام رهبر امنیت دفع همه را اوکی کرده است. پس چرا تا حاضر شما این نوارها را برای مردم نشون دادستین؟ چرا نشون دادستین که مردم تجایی بدخشان یا که کلاب یا که از منطقه غرب با نام فرهنگ خلقی، با نام نیروهای اپوزیسیونی، با نام فلان مردم رفته است در اونجا، در حالی که اصلا این همو ولایت سوق نیست و وروخ نیست. همین جای چیزی که میبینید این در کدام منطقه دیگر برادر صحبت داشتیم، راستی نامش شهر فراموش کرد، در همون جا خیلی یک تاکتیکا کردن، یک نوار کردن نشون دادن، یک ورتلیات، یک چرخبالی شکسته ریختگی. مردمی که خب بیچاره از همین مردم گجاش نظامی ها، یخ تو خدا همین افیسر است، یک نیا فرامدن همیارا بیا حال بگجاش نه بازانو میزنه بیچاره. او بازانو میزنه بیچاره. او این نفر نظامی نیست، در اشتی جنگ رفته خندیده است، در میدان جنگ خندیده است. یک کم ترک آدم نظامی قبل از اون که از ورتلیات پایان میشه باید بو آموزه در گجا است، نگاه بکنه، طرف نگاه بکنه، نمیشه سرکلپات از زمین بافته و بغلته و گفت من جنگ اومده. این مردم این چیز مهم است. این از نظری من است، از دیدگاه من است که در اینجا حکومت داره اشتباه کرده است، باید اشتباهش قبول بکنه. من نه سنگ میزنم، نه ضد منافع ملی هستم، نه ضد او است که مردم دفاع بکنه. مردم آماده باشه، در هر منطقه‌ای که هست مردم آماده باشه. مردمی کلاب ماشاءالله جوانای بهترین بخزن، مردمی خواب پنجکه، مردمی بدخشان برین گفت و شنید کنیم با رئیس ناحیتون، با همو قماندان هایی که در اونجا هستن. ما آماده ایم نام نویس بکنین، ثبت نام بکنین که من آماده ام. و باز هم حکومت ببینه که اگر از یک عائله یک فرزند میگه من آماده جنگم، او را بگه برادر تو بیس در او عائله دو فرزنده، یکی او باید بروه. حتی تا اینجا باید فکر بکنه حکومتی، چون خدای نکرده اگر این طرف در جنگ شهید شد، این خانواده به پدر میمونه، به فرزند میمونه. حکومت باید تا این درجه فکر کنه. میفهمین؟ در یک کوچکترین یک حالت خیلی خورده حکومت نمیدونه چیکار بکنه. خدای نکرده فردا نیروی خطای حرکت بکنه، چیکار میکنه؟ تمام مردم همین برین زیر توپ میکشین شما. ما باز هم میگم که وقتی یک نفر میخواد این مرز بروه، حکومت با احساسات داده نشوه، نگاه بکنه از یک عائله یک نفر یک فرزندی کلان است، او را بگه برادر تو برای روز مبادا بیس. عائله حسنوف، طاهرов، زاهرов 5 فرزند داره، یا یکی او را دعوت کنی، او را نام نویس کنی برای روز مبادا. همین که باید حکومت بالاش کار بکنه. اما هیچی، یک گاو، یک احمقا نشستن در بالای منبرها، رتبه برای چی گرفتم من نمیدونم، تاکتیک جنگی را. من آدم جنگی و نظامی نیستم، الکی من حس کردم که من اگر رفت و امروز همون مسئولیت در دست من میبود، من باید چیکار را انجام میدادم؟ اول این کار میکردم، نیرو را استفاده میبردم، مردم را بیرون میکردم، خب کمک از دیگر چستا از دیگر جاهای حربی میکردم، نه اینکه از مردم عادی بلند میشد توسط تلویزیون و رسانه ها مردم میگفتم مردم آرام شوین، ما کار کرده استیم، نظام هست، ترتیب هست، همه خوب است. برای روز مبادا از مردم منطقه با رئیس ولایت، با رئیس شهر، با رئیس ناحیه، با سرفرمانده و منطقه حکومت باید صحبت داشته باشه، مردم نام نویس کنن، آماده کنن، تمام، نه سلاحشون بتن، نه روی جنگشون برن. ما یک گروه جوانان از جوانان دوستی عبرت گرفتم. ما قفا نمیمونیم. جوانان دوستی با ورتلیات اگر با اسفره حاضر شدگی باشند در 14 ساعت، ما در 11 ساعت این همی پوشکه کتی اوزه با جنگ آماده ایم. یا تیرش بگی بس یا تا بزنین کو اکا اینا تیغ بولخه کتی اومگیم کو بگی یا تیر گرامتالیات یا تا بشو اکا واه بله
сахти ба мо ин ҳамиҷа қатъи нами танка пушкоам омадем ина пушкамо ина диден ина намусу марзи ҳаму душманай мо ба вертолёт не ба пушка омадем обод бошен балонои пушкаама пусида ина ранги хай чи охи ранги вертолёти ҳамо вертолёти ҳамо чархш пус бидаем мо ҳамина چرخ میبره ورتالیو چوندا мо омодаем ки ба вертолёти ҳамо як чарх барем зинда бошен тоҷикистон ба пеш Tojikiston va pesh!